بدم دست چیکار کنم؟ دست من کامل درونه. نه شدی. تو نگفتم که سکیلی تلایی نکن. من نمی کارم. میتونی اشکرم. حالا خدای شما امروز کجا بره؟ چیکار بکنم؟ بریم کباب خورده. بخدم برم خدای شما کباب خورده. بخدم. اگه من نباشم چیکار میکنم؟ خیلی خدای شکر. کجایی خانم؟ سلام. بله. کجای بچه کجای؟ من نمیفهم بچه با کجاه. تو که به فکر بچه نیم تا سر خود هم اندازی نمیفهم بچه کجا میره کجا نمیره چیکار میکنه چیکار نمیکنه. خورتکه که من قرار بسیار صد گوشه به دستم باشه. حالا خب کلون شده داره. خود کلون داره بچه که بچیه دیگه. تو خوب تا 40 ساله هم برسه تو میگی او بچیه. اصلا خبر داری به کجای خودی کی بخیرشی میکنه خودی کی میره. به چی خبر دارم؟ میای میگم کجای میگی فلان جا کجای نماده دیگه به خوب بزخانه نیه که گردن رسته کنم 24 ساعت واقع باشم. من مادر رو نمیتونم از تا شم چارده به سر خونم دنبال بچه باشم تو پیاریدی باید به فکر بچه بشی. و یعنی من چیکار کنم؟ این خورتگاه که بذار دست باخ کنم بچی حال کلون شده خودی باید به فکر آینده خوب بشه خودی باید بفهم که خدی کی بشینه خدی کی بره بخزه. این خود نمیشه که دیگه تام 24 ساعت متوجه از این بشی من 24 ساعت متوجه از این باشم. چرا به زد استفاق کنی؟ اقلا فکر کار کسی ببری بکن. آخه خورتگاه که میرم سر کار نکنم خودی بیا بشینه بگه بابا انا برم سر کار میرم یا ما هم همین کاری بکنم یا بریم سرمایه بدن که همین کارو بکنم. هیچ چی نمیگه 24 سال لدر میکرده دیگه من جرأت نداره خود تو گپ زنه تو بگای بری راه و چا بری نشوندی به سر کسب کاری ببری یا ببری پیش خود کار کنه. پیش خود چند دفعه بردم به چند دفعه بردم نمیکنه کار نمیکنه. اصلا به جایی که میبری به سر کار بس خلاص من دم دکن با وجود 24 ساعت خدی حق همسایه جنجال کنه و معرکه داشته باشه. اما گناه خود داره به چند خراب کردی. گناه خود من. حالا که گپی نیو جخ کنی چای خورم پول بدی به دسته که برای فکر کار کسی بی خوب کنه. پول دادن خواستانه همه وجود پول میدم ولی من همه قدر میفهم که بچه تو مرد کار نیه کو بره لقمه نونی هر از پول پیدا کنه همه پول رو شاید بر کنه از خلاص با پس ما بیا پیش تو بشین انا صدا کو بیا میگه پول بده. خب حالا دان خب خیلی واکو حالا صدا کو پولا بدی بریو که برای فکر کار کسی بی خوب کنه تم مواظب باش. نه که پولا بدی به دستی بری آقا و رب با خیال تم نیه. خب معلوم تا پولا خرج میکنه دیگه بعد از هم یه دو دست دو پا راسته پیشو میشیره. خب من دیگه مجبورم دیگه باش خود بیکار کنم یک هفته به دکون نرم به سر کاربار نرم به تعقیب از این بچه باشم. چرا خود بیکار کنی روز یک ساعتی دیگه برو بچه خبرگی نه اخذ به من خود نکن که صادر خود ندارم. خب ولو مگه نمیتونم مرد کلو کتی اصلا تاشون برادی باشم. آب چه خودی باشه یک چوچنگ میکنم میاره به پیش خود میشونم. من امیر میگم خب من خورده که بزنم با تگوشیو یا با تا سرک بر بزرد سباق کنم. نمی چی بزرد سباق کنی تو پیاری نی دیگه. او هم کلون شده تم که میفهمی دیگه. راو چا بری نشوندی شاید عقلیو نمیکشه. به جا گپ باشه به خدا اگه ما تو به گپ بگذاره اگه گپ ما و تو اصلا هیچی او میگه من بیتر میفهمم شما تو میگی بیعقله بله. حالا صدا کو که بیا من خدیو گپ زنم. غفور آقا غفور بله یه از گپ زدن مرد بیا چی طرز گپ زدن مادر؟ و تو بگن غفور چه نمیگی بله؟ خب ببخشید نفهمیدم بابا. آخه با کی ببخشید؟ تو خودتکی که از این جسالت میکشی ببخشید بابا دیگه نفهمیدم دیگه گفتم خب خیلی حالا چی رو چی رو کار داشتیم بابا. ای مادر تو میگه بری از سرمایه بده که کار کنه
تو یعنی مرد کار هستی و چی میانی امال بگو بریم. آخه پیا خوب بگردم شما پول بدین خرج کردن و جمعه. دل تو خوشه که بزی پول بدم این کار میکنم. آخه پیا خوب بگردم یعنی منظور میگم که سرمایه گذاری و جمعه چشم حتما انشالله یک کار میکنم. خب راست میگه تو این دفعه پول به درسی بدی سکو چه کار میکنه لافه پوف که خیلی میکنه بلکه پلا به خدا برای سر کاری روشن شه. خوبه من میبری از این سرمایه میدم خدا کنه برای کار کنه. آه دیگه شما پول بدین سعی کنین کار کردن به جمعه. به چیه میگن 2000 آره کرده برو. آخه مادر خوب بگردم به این 2000 من چیکار کنم؟ پیا نمیدن. این چی میشه؟ فعلا تا بازار همین چرخه بخوستونک میتونی آلو زردالو شفتالو همین فصل میوه میتونی همین 2000 روپیه خیلی پوله. نمیشه پیا خوب بگردم دیگه. نه کسی کار کن باشه همین 2000 خیلی کارا میشه. نه جون نمیشه به 2000 هیچی نمیشه باور کن 2 کیلو پیاز نمیشه که ما برم باستان حداقل پول سرمایه بدین که کار کنم دیگه. همین به 3 پیاز به 100 روپیه میدم میشه 2 کیلو پیاز نمیشه. 3000 پیا خوب بگردم شما که دارین سرمایه گذاری کنین که بعد من بتونم حل مقبول کار کنم بدین شما. خدا کسی کارکن باشه گفته مادر تو به 500 1000 کار میکنه. نمیشه من حل مقبول شما بدین. یعنی 4000 آره درست شد. خب خیره دیگه این 4000 هم برای که یک کار بشه. میشه اگه تو کارکن بشی میشه. سعی کن که از اینا نخوری از فایده از اینا بخور. خب اینا با ای تو سرمایه دلجام باشه بابا جون. ایتنش با خبر قلقه بریم ای بیاری. بابا ای دلجام. بعد دیگه ان شاء الله اینا سرمایه گذاری کن کار کنم. هفته دیگه این 4000 8000 می به من میدی. دلجام باشه 8000. دلجام باشه. برم خیر باشه. آبا بخیر. 4000 بدن فقط میگی چند بده. من میگم 4000 به تو نگاه داره من خیلی هم خوشحالم. این بچه طور که من میبینم خدا اگه خوب جو دو تا خر ازم سیوا کرده بودم. هی خدا به هم مردم هم اولاد داده برای من اولاد داده. بیاین که یه خبر خوش دارم. بشینه. چکم پس محمد جان. یه 5000 پول به من داده که اینا ببر سرمایه کن. تو خود یک کار کسبی را بنده. از این علوی دیگه از این برابر من چیکار کنم؟ با 5000 سرمایه شده تو خدا جون. لا اینا اشتباه میشه. چیکار کنم؟ نگاه که بدارم. یه 5 پول برای کسی از این کفام. راست سرمایه یالا تو جیم رو خودت میدونم چه. ببین چه قراره کرده 20000 4000 خود خرج میگم با پاس میگم با پیار پول داره با سبام میده. بریم. کار خوبیه میگی. بریم. این پس همون که ببی کامون رو شما نبردم. آقا جونم که بابا خوبی هم داره بریم. بخیر. دیگه بیا از پول داره هر روزم نرم امروز می‌کردی خرج کنم فضا پول داره نه بریم چی بگو چی بگو خرج کنم شکم پس من اگر این 4000 تو بخوردی خود رفیقا خود انا چی بگم توی اخو اخو چی بگم دل جمع کرده که من برفتم اونا سرمایه گذاری کردم وقت دل رفیقا برفتم خرج کردم خشت مونده شدم الله اونجا شده بیچاره قفو بله نه با چه جیغ میکشه نه منو چه سرکار نرفتی؟ سرکار چی؟ نه سرکار مگه تو کار کسی بی نداری؟ همون 4000 که پیاتو داد گفت سرمایه کن چی خریدی؟ چکار کردی؟ نه گپا میزنه برفتم پیش رفیقا خب من مسخره کردم گفتن تو بی 4000 من سرمایه گذاری کنی یک این روز وقت خودتو بدرن کنیم من برفتم خود رفیقا خود همین کبابی جاشم خیلی خوب سرپر کباب خوردم و ساعت کرده رفیقاتو گفتن بزی 4000 سرمایه گذاری نمیشه خود به بچه شو دادن
خور به تختی جهرب زده چرا؟ چری تگه پا بزنه تا نجوب پیا خود چی میگی؟ خب راست میگن نه خب این 4000 چیکار میکردم من؟ یعنی مکمال زن یا به 2000 روپیه بیتری سرمایه گذاری میکنه تو اشته بگی 4000 سرمایه نمیشه. لا اله الا الله. یا با شروع کردن نه جو میگم گفتم نمیشه دیگه برفتیم خود اینا بدارن گفتیم رفیق بدید. خوبه بریم بدرن گونه ده بیدربونه بخوری پیاتو 4000 به بزرگ از استون با تو نه برتی بدرن گونه انال همه جواب بدی میفهمی که جون به اسرائیل نمیده عباس که من نخنخ کردم بگم تو 4000 به تو بده تا برای چونه بدرن گونه یا چیکار ای کنم؟ خود بم سر تو انا میه به من گپ میزنه که تو نمیتونی جلوی بچه بگیری تو نمیتونی بچه خوش کنی این دلندوری شدی طبقه یا خی ریش تو بیا بده خجالت بکش بشر بیلا ای خود بیلا کم داره پیار من خب 4000 راست میگه رفیقا من میگم تو پیار تو پول داره 4000 چیه بدم نظر تو که نتونی 4000 روش کنی 100 لکرم نمیتونی روش کنی تو رو امتحان کرد بدبخت اگه 4000 میفتی سرمایه گذاری میکردی 1 لک به تو بداد 1 لک سرمایه گذاری میکردی 2 لک به تو بداد خود به سر تو شکر نمیفهمی یعنی او تو مثلا امتحان کنم من بله که بفتی 4000 درد بیدرمون کردی خب همین رفیقا من مسخره کردن گفتن 4000 خب رفیق تو چرا خود رفیق خود بخمیشی میکنی خود رفیقای بخمیشی که دو کلمه کمال معرفت یاد بگیری رفیقا خوبی هم باور کنید معلومه خوبه که بر تا 4000 بشه که مخ کردم من کار ندارم انا جواب پیار خوبه دی زنده رفیقا من دیگه باشه خوار اینا نش کنم گفتم باشه بیا که خودت بریم امروز 4000 بدرن گفتم رفیق برفتیم ساعت تیری کردیم دیگه من تو همین رفیقا باشم طور بگونه قلیل میشونم انا خودی بابا بیا سلام علیکم بابا و علیکم اشته وقت میدی بابا هیچ خب چیکار کردی به چیمه؟ چی بخریدی؟ چی بفروختی؟ یعنی بابا خوب کردم برفتم همین 4000 شما گفتم یک چیزی ماستون بخرم هر چی سعی کردم دیدم چیزی که به 4000 بشه سرمایه گذاری کنیم نشد برفتم پیش رفیقا گفتم مشورت بگیرم رفیقا من مسخره کردم بابا تو به 4000 من سرمایه گذاری کنی خودت از کار کنی بیا که خودت بر رفیق امروز بدارن گونه من جا شما خیلی بابا امروز رفیقا خود مهمون کردم بام کباب دیگه من گفتم این تو پیار تو کم داره یا ما شکر پیار تو سرمایه داره به 4000 من سرمایه گذاری من مسخره کردم بدیدی که گفتم این بچه مرد کار نیه برات خیلی رفیقا خواه یعنی تا رفیقایی هست که سری به کلاه بیاد زیتون خدای جوانا هستن که چی بگی تو دیگه گفتم باشه امروز دیگه من گفتم دمه که من مسخره کردم به من برخورد دیگه گفتم 4000 تو می سرمایه گذاری کنی بیا که امروز بره خودت بر درم کنی من گفتم خیر دیگه امروز مهمون منه باز شکر الحمدلله پیار همین که من طور میبینم رفیقات هم همین چیزا نه دیگه پا نزنه من بدیدم رفیقا عزیز به خدا به قرآن بیا یک شلقه همین نمیازم نیه بابا او هم نگم شما باور کنیم بیا امتحان میکنیم اینو باور کنید نیه هر کدوم اینا گلدسته یعنی امتحان میکنی ها همین رفیقا خود امتحان میکنی یا نمین نه امتحان میکنه امتحان که دیگه 4000 اگه می رفیقا تو از این امتحان موفق بری شدم همه هر چه که تو مستیم و بهتون بدم برو خودم رفیقا خوب بدارم اگه نشدم چی یار اگه نشدم خوب بابا تا زمانی که زنده باشم رد رفیق بزی میدم گوش بده فرمون شما دو نفر آن چی بگم نوعی رفیقای نیم بیار خوب کردم این رفیقای نیم تا چند به تو مصرف کردم اونا والله خب شیر آمده که گدا گوش نه که هیچی فضل آمده هم که پیار همون پریروز ندرخته یک هفته پیش بره 500 به من بداد که برفتم هم رفیق بزی 500 دیگه چیزی نداشتم از اون شیر 500 رفتی چی خوردی هیچی برفتم هم شیریه خورد چی خوبه کردم اونا فقط به تکیسی تو سیل میکنم اونا رفیق نیان که به رفیق پا پله باشن خب اگه رفیق اینه نفهمی که تو 10 روپیه بزی مصرف کنی او 20 روپیه به تو مصرف کنه نه که تو 4000 مصرف کنی برای تو 500 مصرف کنی حالا بیا خوب کردم رفیقا دیگه چیکار کنیم اگه باز خیلی شما دل خوب بس میانه امتحان کنیم